میخوام فرق بین بوتاکس و پروتئین و کراتین رو بگم. خیلی کوتاه البته که حوصله شنیدنش هم داشته باشه. ببینید پروتئین و کراتین توی یک دسته قرار میگیرن. یعنی اینا رو ما میذاریم قسمت مثلا خوب‌ها. مثلا دیگه خوب‌ها بعدها متوسط تا تو تخته می‌نویسیم. کراتین و پروتئین. بعد میگم الان میخوام تقسیم بندی کنم. بعد میمونه بوتاکس. بوتاکس با پلکس ها، فیلر ها توی یه دسته قرار میگیرن. پلکس ها و فیلر ها و بوتاکس ها. خب حالا فرق این دو دسته با هم چیه؟ فرقشون اینه که توی کراتین و پروتئین ما اسید سیتریک های درشت مولکولی داریم. درشت مولکولی یعنی چی؟ یعنی که نمیتونه مواد به داخلی ترین قسمت ساقه‌مون نفوذ کنه. این توانو نداره. البته بستگی داره به اون متریالش. حالا اون اینگریدینتش رو که وقتی میخونید مثلا میبینید که کراتین دیگه نهایتش بین 30 الی 40%. تازه 40% هم نه، 30 تا 40% بتونه مواد پروتئینیشون رو برسونه به کورتکس مو. این توانو نداره که خیلی خوب بتونه کورتکس مو رو ترمیم کنه. پس کراتین و پروتئین فقط روی کوتیکول مو میشینه، چون درشت مولکول توانایی نفوذپذیری نداره، فقط روی کوتیکول میشینه، مو رو خیلی زیبا میکنه، شایندار میکنه، مخملی میکنه و صاف نگه می‌داره. برای همین موقت میگن هر چند وقت یه بار بعد بالاخره رو ساقه میشینه دیگه. با هر بار شستن یک قسمت از این پروتئین ها کنده میشه، با آب میره. هر سری که ما مو رو میشوریم، اون شامپویی که چرا میگن شامپوی فیلیسوفات بزنید؟ چون تعداد کمتری از این پروتئین ها شکسته بشه. مثل ریکایی که ما ریختیم توی یه قابلمه خیلی چرب، میخوام این قابلمه چرب رو تمیزش کنیم. اون برند ریکا خیلی مهمه چی باشه. دقت کرده باشید بعضی ریکاها مثلا میزنه روی چربی همونجوری مونده یه جوری شده، بعد میریزیم بعد دوباره مثلا استفاده. ولی بعضی ریکاها رو داریم، البته به جنس قابلمه هم بستگی داره. ببین همه چیز دست به دست هم میره. بعضی ریکاها مثلا یکی دو قطره میزنه، یه دستمال رو ارچ قشنگ چربی رو وارد. شامپو ما همینه. بعضی شامپوها مخصوصا شامپوهای ایرانی اینقدر قوی و چربی برای قوی دارم، وقتی ما این شامپوها رو استفاده می‌کنیم کاملا کوتیکول مو باز میشه. هر چی اسید آمینه، هر چی پروتئین روی کوتیکول مو هست رو قشنگ کاملا به هم می‌ریزه و جدا می‌کنه از مو. به خاطر همین میگم وقتی شامپو حتی ایرانی 2 هفته یک بار می‌خوای بزنی به موهات که چربی قوی تری داشته باشه، موهات رو تمیز کنه، اسکارپ سرت تمیز نگه داره، فقط به ریشه موهات بزن. یعنی فقط انگشتات رو بزن به شامپو و فقط ریشه موهات رو با اون بشور. دیگه روی ساقه ها نکش، چون که کوتیکول باز میشه، پروتئین جدا میشه. خب این شد پروتئین و کراتین. میرم سراغ درمان‌هایی که ریز مولکولی ترن، درمان‌هایی که نفوذ میکنن به کورتکس مو. خب میتونه فیلرها باشه، میتونه پلکس ها باشن، میتونن بوتاکس ها باشن، انواع اسید آمینه هایی که ریز مولکولن و خیلی درمان های دیگه هست. اینا رو ما استفاده کنیم. وقتی ما این مواد رو استفاده میکنیم کاملا وارد کورتکس مو میشن. برای موهای خوبن که کشسان شدن یا مو پوکیده، متخلخل شده، مو از داخل پوسیده، خب آب خیلی زیادی رو جذب خودش میکنه، مو خیلی به راحتی خشک نمیشه بعد از شستشو و مو کش میاد، حال خوبی نداره، مشخصه که مو عمیقاً بیماره. ما میایم به وسیله بوتاکس، فیلر و پلکس ها و انواع آمینو اسیدهایی که ریز مولکول هستن رو استفاده میکنیم، انواع تراپی ها رو که از داخل ما مو رو محکم کنیم، سالم کنیم، یک عالمه پیوندهای دیسولفیدی برای مو تزریق کنیم یا اونجا بخوان اینا رو بسازن. پیوندهای دیسولفیدی از مغزترین قسمت مو شروع میشه میاد به سطح بیشتر میشه. پس ما مجبوریم که تو سطح توی مغز مو کار کنیم بیشتر. این شد علت اینکه ما کدوم رو بیشتر در نظر بگیریم. مثلا الان موهای شما چند تا سوال ما میپرسیم. مثلا میگم پاماجان شما وقتی موهاتون رو میشورید میخواین خشک کنید، آیا سریع خشک میشه موها؟ نه یا نه همش احساس میکنید یه نمی داخلش هست؟ معمولیه، یعنی که خیلی آره درگیرم نمیکنه. آره حواستون پرت نکرده این موضوع. اوکی. خب ببینید پس نتیجه میگیریم که پروتئین موهات غنیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از محصولاتی دارید استفاده میکنید که تونسته این ریز مولکولا رو به کورتکس موهات برسونه. یا اینکه شما تو موهاتون رو در شرایط خیلی خاص قرار ندادید، مثل نور آفتاب، مثل استخر یا مثلا اتو خیلی زیاد شد. چون فرمودی که من میترسم از مواد مختلف استفاده. خب 100% این ترس برای اتو هم هست، 100% فشار هم هست. پس اون ترس هست. اون ترس باعث شده که شما الان موی تقریبا نرمالی رو داشته باشید که خیلی نگران کننده نیست. ولی به زمان این کارو با هم میکنه. تا تابستون موی من خیلی خوبی شده بود. خودم حس می‌کردم که اون تراوتشو داره، اما
دوباره هرچی به سمت زمستون اون میاد بخاطر آبش. آره بخاطر شروع شده دهیدراتیشن. خشک شدن، سرم احساس میکنم الان پوست 7 هفته داره پوسته داره، یه خورده خشک شده، موم همینطور، جوشونه کردن یه خورده داره اذیت میکنه. گرم. آره خشک میشه. ببین دقیقاً همینه. وقتی ما به فصل پاییز و زمستون نزدیک میشیم، پوستمون هم همینه. پوست من ببین آب مثل که آب نداره. اسکارپ من دقیقاً همین رو نشون داد تو آنالیز. دقیقاً همین رو نشون داد که ما به خاطر نامتعادل بودن اون حجم رطوبت و نامتعادل بودن ترشح غدد سباسه داخل فولیکول مو ما این مشکل رو الان پیدا کردیم. خب الان کاری که شما الان امروز که اینجا تشریف آوردیم ما یک آب رسانه هدیه میدیم به شما. خواهش می‌کنم. بالاخره چون که از موهات عذرخواهی کردیم ما می‌خوایم از موهات دلجویی کنیم و از این به بعد مراقب موهات باشیم. خب ولی اسکالپ سرتو خودت مثلا یا میتونی یه تایمی رو با بچه‌ها فیکس کنی حالا ببینیم که به چه صورتی، ولی حتما باید اسکراپ بشه. خب قیمتش هم الان 988 تومانه، 1.5 قیمت اصلیش، ولی الان ما اینو تا شب گردان 988,000 تومان گذاشتیم که بیشتر آشنا بشین. مثلا الان هما میره تو منزل به مادرش میگه، به خواهرش میگه، به دوستش میگه و باعث میشه که همه ما بتونیم یه موی زیبا و سالمی داشته باشیم. مو هر چقدر سالم‌تر باشه زیباتر هم هست. هیچ حالا مشکلی هم خوب میشه. من خیلی سال درگیر موام و همش دغدغه‌ام شده موام. هرچی بیشتر بهش فکر می‌کنم بدتر میشه. دیگه هی سعی کردم فقط مراقبش باشم و الان که این اتفاقی افتاد که گفتم من یه استارت براش بزنم. آره به اینجا میگیره و خیلی ممنون که از ما عذرخواهی کردید و خب ما هم اونجا که بدونیم از ما دلجویی می‌کنیم. اینا هستش و موادی هم که برای استفاده کنیم کاملا با علمه، یعنی همه رو به توضیح میدم که دونه دونه داریم چیکار می‌کنیم. ما روی اسکالپ 4-5 تا کار باید انجام بشه. اول اسکراپی که به واسطه یه شامپو انجام میشه که این پوسته هایی که دیدیم روی اون چیز بود اونا جدا میشن. بعد ماساژ خیلی کوچیکی رو میدیم. به واسطه دستگاه دیوایس‌ها که داریم اینا خیلی کمک کننده است. خیلی یعنی کاملا اون نور و اون استیمی که تو اونجا هست، بخار و اکسیژنی که اونجا تشکیل میشه میتونه که کاملا پوست سرت تمیز کنه. هم میتونیم از اوزون استفاده کنیم هم غیر اوزون، یعنی که بریم سراغ فقط اکسیژن. اوزون و اکسیژن با هم فرق دارن. خب برای شما اوزون خوبه، یه 10 دقیقه با اوزون بعد کار بکنید، بعد میاریم بیرون یه موادی داریم که برای اسمش هیر کامپلکسه، فقط مخصوص ریشه مو به موهاتون میزنه که کاملا اون ویتامیناش جذب فولیکول مو کنه. بعد از این دوباره شما از دستگاه استفاده می‌کنید. بعد ما میریم سراغ یه پک‌هایی هستش اکسیره. پک‌های اکسیر چند مدله، مثلا برای یکیش برای ضد شور است، یکی برای بالانس pH مو، یکی هم برای ریزش مو هست. 3 مدل هست. اونی که برای تنظیم pH مو هست چون موهای شما به این نیاز داره الان برای اولین جلسه ما اون رو به موهات می‌زنیم، دوباره از یه دستگاه استفاده می‌کنیم تا همین کار رو پیش می‌ریم. بعدش هم آخر سر دوباره از دستگاه استفاده می‌کنیم که نشون بدیم که اسکالپ چقدر تمیز شد. اینقدر اونجاش جذابه قشنگ خوشش میاد از ما سر حال. نه چایش نه، الان ممنون، مرسی، زحمت نکشید.